تخمه رو بعد از تاوه در میاریم و میریزیم توی لوک. لوک کارش مخلوط کردن نمک و آب و محلول ماست. آب و نمکی که مخلوط کرده بودیم و هم میزنیم و به تخمه ها اضافه میکنیم. تقریبا 20 ثانیه میذاریم که بچرخه. اگه بیشتر از اون بچرخه پوست تخمه گرفته میشه و سفید میشه. در این زمان میذاریم تقریبا 20 ثانیه تا 30 ثانیه حرارت گرمای تخمه به خور تخمه بده. بعد تخلیه میکنیم. و میریزیم جلوی هواکش که خشک بشه. بعد از 5 دقیقه جلوی هواکش گذاشتن جمع میکنیم تخمه ها رو و آماده بسته بندی میشه. بهتر اینه که 2-3 ساعتی بمونه تخمه ها تا کاملا خشک بشه.